بعد یک ساعت این حادثه البته بسیار جزئیاتش معلوم نبود و یک چیز رو در و ما قید کردن که در اینجا یگان مناقشه خاراکتر ملی ندارد و در اینجا در این زد و خورد در این جنگ گویم نماینده های یک چند ملت ها بودند. در اونجا بودن هم نماینده ملت های قفقاز بودند، روس بودند، تاجیک بودند. آوازه های زیاد پهن میشد در مسکو که شاید ضدیت ها بین تاجیک ها و دیگر ملت های قفقاز به وجود بیاید و ساختارهای ما وزارت کارهای داخله، نمایندگان وزارت کارهای داخله و دیگر خدمات های مخصوص و سفارت و خدمات کنسولی با وزارت کارهای داخله در تماس است، همکاری کرده ایستادیم که شهروندان تاجیکستان، مهاجران تاجیک باید یگان مشکلی نداشته باشند. البته قانون هایی که قبول شده است وضعی مهاجران، نه تنها مهاجران تاجیکستان بلکه تمام مهاجران را شدیدتر کرده است، وزینتر کرده است و تفتیش حجت ها خیلی زیاد است و اکثرا شهروندانی که حجت ندارن یا که پتنت ندارن یا اینکه قید زندگی ندارن اونها را دستگیر کرده و وطن برگردانده ایستادند و ما پیشنهادهای جانب تاجیکستان با جانب روسیه ناتو هم چی وزارت کارهای خارجه چی سفارت تاجیکستان با وزارت کارهای خارجه ناتو فرستاده بود همان روز و ما از جانب روسیه درخواست کردیم که حقوق‌های شهروندان تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه نباید نقض شوند و در واخوری که رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور در سنت پترزبورگ داشتند با والنتینا ایوانونا ماتویینکا با ناریشکین در اونجا ما این نگرانی های جانب تاجیکستان را به جانب روسیه اظهار کردیم و از جانب روسیه ما خیلی در وقت صحبت ها اونا گفتن که البته شما در مطبوعات هم بود هم والنتینا ایوانونا ماتویینکا و دیگر سیاستمداران روسیه تاکید کردند که جاری کردن ویزا یا اینکه حقوق شهروندان تاجیکستان را ویران کردن این هیچ با اونها راه نمیدن و کوشش میکنن که حقوقهای شهروندان تاجیکستان و دیگر مهاجرین در اینجا حمایت کرده شود. من به نزدیکی صحبت تلفنی با امبودسمن حقوق بشر فدراسیون روسیه خانم ماسکالکووا صحبت تلفنی داشتم. من تلفنی با خانم ماسکالکووا گفتم که ما دلیل های داریم که در اینجا بعدی واخوری یا که پیش از این زد و خورده که در قبرستان خمان شد حقوق مهاجرین مهنتی تاجیکستان نقض می شود و ما تصمیم گرفتیم که اون کس در سفر خدمتی بودند و گفتن که روزهای نزدیک ما البته با خانم ماسکالکووا من واخوری دارم چی با خانم ماسکالکووا چی با رهبریت وزارت کارهای داخلی چی با رهبریت شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه صحبت ها و گفتگوشنی ها در نظر هستند و ما این مسئله را در نزد رهبریت فدراسیون روسیه میمونیم و شدیداً تاکید میکنیم که دلیل های نقض حقوق انسان حقوق شهروندان تاجیکستان ما این دلیل ها را داریم و باید از این پیشگیری کرده شود.